سلام دوستای عزیز، من عبدالرحمن هستم. شما را بر تک چینل میبینین. دوستای عزیز، در این ویدیو برای شما نشان میدهم که چطور شما فیسبوک فری، یعنی هیچ کردیت در موبایلتان نداشته باشین، هیچ پکیج نداشته باشین، مشکلی نیستن، شما فری فیسبوک استفاده بتانین دوستا. و ایره ما به ثبوت براتان میگم، فقط این ویدیو رو تا آخر ببینین و طریقه شانه که من میگم همون طریقه شما بکنین، 100% براتان کار میده. درست است دوستا. پیش از اینکه ویدیو را شروع کنیم، در ویدیو را لایک بکنین و در پایین سابسکرایب بزنین، یادتان نره دوستا. سایز سابسکرایب بزنین، در خط سرخ و بالا لایک بزنین دست چپ، تا این ویدیو برای بیشتر مردم برسه و بیشتر مردم ازش مستفید شوه. خب دوستا، امروز که براتون طریقه میگم، دقیق باشین، یک کمی دقیق تر باشین. قسمی که ما میکنیم هم قسم شما میکنین، انشالله که براتون کار میده. اولین چیزی هستن، اگر شما گوگل موبایل اندروید دارین، گلکسی، در پلی استور برین. ما آیفون دارن، در اپ استور میگیم. درست دوستا. در اپ استور که آمدین یا در پلی استور یو سی براوزر نوشته میکنین. دوستا یو سی براوزر. درست است. اینی میبینین اولی علامه زرد که این یو سی براوزر است. دوستا اینو اینستال بکنین، چون ما اینستال کردگی است. اوپن میگه، اگر شما نباشه اینجا گت میگه، گت بزنین اینستال کنین. دوستا اگر در اندروید هم هستین اینستال کنین. خب دوستا، بعد که شما اینستال کنین یو سی براوزر براتون میاد، یو سی براوزر واز میشه. درست است دوستا. باشه یک دقیقه دوستا که ما سفر نو کنم، این تو یو سی براوزر بر شما اوپن میشه. درست است دوستا. ولی اگر او ستینگ شما نکنین که من میگم، اگر فیسبوک شما باز بکنین، باز از پیسه تان میخورن یا از پکیج تان. سایستا دوستا. و اگر بخواین که فری فیسبوک استفاده کنیم، خب ببینین اینا دوستا سایستا. ایره همه تو بانین در ستینگ بیاین، ستینگ موبایل تان. درست است. و این طریقه جدید است. خب دوستا، بعد که در ستینگ موبایل آمدین، اولی خیلی شما آف میکنم، مشکل نیست. شما باید دوستا در ستینگ چیش بین. خب این سیلولر نتورک دیتا که آمدین، ای پی نشانه پیدا کنین. ای پی تان باید اینترنت باشه. درست است دوستا. اگر افغان میسیم، مثلا از من افغان میسیم اینترنت از اریبا internet.mtn.af است، از روشنم اینترنت است، همون تا از اتصالات.web است. درست است دوستا. ای پی انش همون چیز باشه و تغییر ندین، فقط یوزر و پاسورد. یوزر نیمش اون مثلا میزنین free دوستا .facebook.com. این تک چیز یوزر نیمش اون میزنین. درست است دوستا. freefacebook.com. خب پاسورد میزنین اینی چی مانا به انگلیسی؟ یعنی هر کدام سایز، هر چیزی که باشه باید کار بتن. اینی زدین freefacebook.com. دقیق باشین دوستا. خب در یوزر نیم ای پی غرض نمیگیرین، هر چیزی که هست. یوزر نیمش free.facebook.com میزنین، پاسوردش هم اینی میزنین، سه چیز یعنی ANY. درست است. پس را سیو میکنین، سیو شد. شما اگر میخواین بازم ببینین که ما دقیق براتون نشون میبینین سیو شده، پاسوردش هم گرفته freefacebook.com. بعد از او دوستا که شما ایرا کردین، بعد از او در یو سی براوزر بین. دوستا فیسبوک تون واز بکنین، انشالله که واز میشن تو بر شما نتیجه میتن بدون کدام گپ. و این عملی اینترنت که شما کار میگیرین، ای فیسبوک ای بالکل کاملا چی است، رایگان میباشن، یعنی از شما هیچ نوع پول برگرداشت نمیکنن. شما هم چک کنین به هر کدامتون که نتیجه داد، بر ما کامنت بکنین که بر ما نتیجه دادن. درست است دوستا. و برای از اینکه بیشتر ویدیوها را شما ببینین و بیشتر ویدیوها را شما لایک بکنین و بیشتر ویدیوها پیش روی شما بیاین تا شما ازش لذت ببرین و یک چیزی را یاد بگیرین، یک چیز فایده بگیرین، سابسکرایب بزنین در پایین و ویدیو را لایک بکنین. تشکر دوستا، وقت شما خوش.